سلام به شما، خوش اومدید. امروز میخوایم یکم عمیق‌تر شیم توی یه ابزار خیلی کاربردی برای معامله‌گرای فارکس، اکسپرت مدیریت سرمایه پوزیشن سایز برای متاتریدر 4 و 5. شنیدم خیلی ها میگن اصلا بدون این نمیشه کار کرد. سلام، بله دقیقاً. ابزاریه که خب خیلی ها معتقدن هر تریدری باید داشته باشه. و نکته خوبش اینه که رایگان هم هست. آره، همین نکته رایگان بودنش مهمه. میخوایم ببینیم دقیقاً چی کار میکنه و چرا اینقدر برای مدیریت ریسک و سرمایه حیاتیه. خب از کجا شروع کنیم؟ ببینید، اول از همه باید ببینیم چه دردی رو دوا میکنه. خب مشکل اصلی اون محاسبه دستی حجم معامله است. همون لات سایز. آها، که میتونه خیلی اعصاب خردکن باشه. دقیقاً. نویسنده مقاله‌ای هم که در موردش صحبت می‌کنیم اشاره کرده که چقدر این فرایند میتونه هم خسته کننده باشه، هم پر از ریسک خطا، مخصوصا وقتی عجله داریم یا یکم شاید تنبلی می‌کنیم. کاملا میفهمم. اون لحظه‌هایی که بازار داره حرکت میکنه شما باید سریع وارد شی، ولی درگیری که حالا چند لات بزنم، ریسکم چقدر میشه. و اینجاست که قضیه جدی میشه. محاسبه دقیق حجم خب ستون اصلی مدیریت ریسکه. درسته. اگه ندونی، اگه تحلیل اشتباه بود، چقدر از پولت میره، انگار داری چشم بسته راه میری. اون خطر کال مارجین شدن، یعنی از دست رفتن کل حساب، خیلی واقعی میشه. نویسندم یه اشاره به تجربه‌های شخصیش داشت، نه؟ که چطور حساباش رو از دست داده قبلا. بله، دقیقاً به همین خاطری که این اصل ساده رو رعایت نکرده. خب حالا این اکسپرت چطور این کار رو میکنه؟ آره، چطور محاسبه میکنه؟ اساس کارش چند تا ورودی کلیدیه. اول سطوح ورود و حد ضرره که شما مشخص میکنید. یعنی من میگم کجا میخرم و کجا میگم اشتباه کردم. دقیقاً. بعد میزان ریسکی که حاضرید قبول کنید. میتونه درصد باشه، مثلا 1% حساب، یا یه مبلغ ثابت، مثلا $100. آها. بعد اندازه حساب شما، یعنی موجودی لحظه‌ای یا با احتساب سود و ضرر باز و البته ارز پایه حسابتون رو هم در نظر میگیره. جالبه. یعنی همه اینا رو با هم ترکیب میکنه و حجم دقیق رو میده. خب ویژگی‌های دیگه چی داره که اینقدر خوبه؟ ویژگی‌هاش زیاده راستش. یکی این که با همه چی کار میکنه. جفت ارز، CFT، سهام، شاخص، کالا، حتی کریپتو. این خیلی خوبه. پس محدود فارکس نیست فقط؟ نه اصلاً. بعد یه پنل گرافیکی داره، خیلی تمیز و ساده. میتونید جابجاش کنید، کوچیکش کنید. اون قسمتی که میشه خطوط ورود و حد ضرر رو مستقیم روی چارت کشید، خیلی کاربردی به نظر میاد. اون عالیه. یعنی به جای تایپ کردن عدد فقط خط رو میکشید رو چارت. سرعت عمل رو خیلی میبره بالا، مخصوصا تو بازارهای سریع. دقیقاً. و میتونید حد ضرر و حتی حد سود رو به صورت پیپ تنظیم کنید، یا حتی بر اساس ATR یعنی نوسانات بازار؟ بله، بر اساس میانگین نوسانات اخیر بازار. این برای بعضی استراتژی ها خیلی مهمه. اگه حد سودم بذارید، نسبت ریسک به ریوارد رو همون لحظه نشون میده. اوکی. از سفارشات در حال انتظار یا پندینگ اوردر ها هم پشتیبانی میکنه؟ بله، هم سفارشات لحظه‌ای یا مارکت، هم پندینگ اوردر ها، مثل بای استاپ، لیمیت و غیره. یه قابلیت جالب دیگه‌ش که دیدم این بود که برعکس هم کار میکنه. یعنی شما حجم رو میدی، اون ریسک رو حساب میکنه. درسته؟ آره، اینم جالبه. شاید بخواید بدونید اگه مثلا نیم لات وارد شید، ریسکتون چقدر میشه. اطلاعات مارجین و سواپ رو هم که همیشه لازمه تو تب‌های جدا بهتون نشون میده. کار کردن باهاش چطوره؟ پیچیده است؟ نه اصلاً. اتفاقاً خیلی ساده است. اکسپرت رو میکشید روی چارت. خب به طور پیش‌فرض ورود رو میذاره روی قیمت فعلی، حد ضرر رو هم معمولاً پایین‌ترین قیمت کندل فعلی. شما فقط کافیه خط حد ضرر رو بکشید به اونجایی که استراتژیتون میگه و درصد ریسک رو وارد کنید. مثلا میزنم 1%. آره. همون لحظه اکسپرت حجم دقیق معامله رو بهتون میده. کل فرایند شاید 5 ثانیه هم طول نکشه. فوق‌العاده است. یعنی اون همه استرس و احتمال اشتباه محاسبه حذف میشه؟ دقیقاً. نویسنده هم همینو میگفت که چقدر استرسش کم شده. با این اکسپرت نظم معاملاتیش رفته بالا و دیگه اصلاً نمیتونه ترید بدون این رو تصور کنه. فکر میکنم خیلی از شنونده ها الان دارن به درگیری های خودشون
با محاسبه حجم فکر میکنن و اینکه این چقدر میتونه کمک کنه. حتما همینطوره. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، پیام اصلی برای شنونده ها چیه؟ این اکسپرت دقیقاً چه کمکی بهشون میکنه؟ ببینید، پیام اصلی اینه. این اکسپرت محاسبه دقیق حجم معامله رو که یه سنگبنای مدیریت ریسک خودکار و دقیق انجام میده که باعث میشه وقتتون تلف نشه، استرستون کم بشه و مهمتر از همه خطاهای محاسباتی که میکنه فاجعه بار باشه از بین بره. دقیقاً. فایده نهاییش اینه که کنترل بیشتری روی معاملاتتون دارید. از اون ضررهای سنگین و کال مارجین شدن تا حد زیادی جلوگیری میکنید و یه جورایی به معامله‌گری منظمتر تشویق میشید. و یه نکته مهم دیگه هم هست. چی؟ اون انرژی ذهنی که قبلا صرف این محاسبات میشد. آها، دقیقاً نکته کلیدی همینه. اون انرژی ذهنی آزاد میشه. شما به جای اینکه درگیر حساب کتاب پیپ و لات و درصد باشید، میتونید تمرکزتون رو بذارید روی تحلیل بازار، روی پیدا کردن نقاط ورود بهتر، روی مدیریت معامله باز، روی بهبود استراتژیتون. اینجاست که ارزش واقعیش معلوم میشه. از یه ابزار محاسبه تبدیل میشه به یه اهرم برای بهبود کل فرایند معامله‌گری. کاملا درسته. بسیار خوب، اینم از بررسی اکسپرت مدیریت سرمایه پوزیشن سایز. به نظر میاد واقعاً یه ابزار قدرتمنده. بله، حتما همینطوره. و این یه سوال مهم رو پیش میاره که شاید بد نباشه شما هم بهش فکر کنید. چه سوالی؟ حالا که میدونید محاسبه حجم معامله این بخش حیاتی ولی خب مکانیکی میتونه به این راحتی و دقت خودکار انجام بشه، شما چطور میتونید از این وقت و انرژی ذهنی اضافه‌ای که براتون ایجاد میشه استفاده کنید تا جنبه‌های دیگه معامله‌گریتون مثل تحلیل‌ها یا توسعه استراتژی‌های جدیدتون رو تقویت کنید؟ سوال خیلی خوبیه، جای فکر داره. ممنون که در این بررسی با ما همراه بودید.